سلام، وقت دوستان بخیر. در خدمتتون هستیم با آموزش کاهش حجم ویدئو با برنامه معروف و محبوب اینشات که برای تمام گوشی‌های اندروید و اپل در دسترس هست و میتونید اون رو از مارکت‌های معروف دنیا داخلی و خارجی دانلود بکنید. بعد از دانلودش که میتونید با کلمه کلیدی اینشات سرچ بکنید پیداش بکنید. بعد از دانلود با چون میتی رو این جلو روتون هست که ما با ویدئوش کار داریم. ویدئو رو میزنیم، نیو رو میزنیم، ویدئوی مورد نظر رو انتخاب میکنی. بعد از انتخاب ویدئو دکمه پایین ثبت میشه، اون رو میزنیم و وارد این محیط میشیم. اینشات رو هم بخوایم از پایین حذف بکنیم، اون ضربه در بالاش رو میزنیم، ریموو رو میزنیم و آیکون اینشات در پایین سمت چپ حذف میشه. به همین راحتی بعد کانوس رو میزنیم برای قالب بندی که بهترین حالت قالب بندی برای سایت ما 916 است، به صورت کشیده هست و میتونید تو فرمت های دیگه هم بذارید، بستگی به خودتون داره. بعد از تعیین این نقطه و زدن تیک باید به مرحله سیو و تنظیمات کاهش حجم بریم که گزینه سیو رو در بالا میزنید. اینجا میبینید یک ویدئو حدودا 13 مگ رو ما میخوایم کاهش حجم بدیم که رزولوشن رو حالا 1080 هست، 720 هست و 420 هست و میتونید انتخابی یا کاستومایز بکنید که ما پیشنهاد میدیم زیر 360 عدد رو وارد نکنید. الان این به اضافه رو که بزنید گزینه کاستومایز میاد، کاستومایز عددتون رو میتونید وارد بکنید، زیر 360 نباشه بهتره که کیفیت زیاد افت نکنه. بعد از این میاین فریم ریتتون رو روی 24 قرار میدید و بعد از این گزینه سیو رو میذارید. میبینید که ویدئوی ما از 12.9 به 2 کاهش پیدا کرده. حالا سیو رو بزنید شروع میکنه به ذخیره سازی و کاهش حجم و ما به همین راحتی تو این آموزش میگیم که ویدئوی 12 مگ رو به 2.2 مگ برسونیم و امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.